با عرض سلام و خسته نباشید. اومدیم به آمار و احتمالات بخت آزمایی ورژن 1. حالا بخت آزمایی چیه؟ یه چیزی دقیقا مثل همون لوتوچی میمونه. یعنی افرادی که لوتوچی شرکت کردن و پیج من دنبال میکنن میدونن که بخت آزمایی و لوتوچی جفتشون یک نوع قرعه کشی هستن که باید بلیط تهیه کنیم و بلیط شما شامل 6 تا عدد میشه و اگر اعدادی که شما خریداری کردید با اعداد قرعه کشی یکی در بیاد شما برنده یک مبلغ میشید. حالا نسبت به این که شما 2 تا عددتون درست در بیاد، 3 تا عدد، 4 تا عدد، 5 تا عدد یا 6 تا عدد، مبلغ ها و جایزه های مختلفی رو میبرید. حالا چرا من اینجا پیشنهادم اینه که بخت آزمایی بهتر از لوتو چیه؟ چند تا دلیل براش دارم که این دلیلا کمک میکنه که ما یه خورده بریم سمت بخت آزمایی. خب اول از همه بخت آزمایی اعدادش از 1 تا 42، در صورتی که لوتوچی از 1 تا 49، یعنی 7 تا عدد بیشتر از این داره. خب این چون عدد کمتری داره پس ما شانسمون توش بیشتره. عدد کمتر پس تعداد موارد کمتری هم اتفاق میتونه بیفته، یعنی رخدادهای کمتری هم داره و یه جوری قابل پیش بینی تره از 49 تا عددی که تو لوتوچیه. این یه دلیل. دلیل دوم، لوتوچی هر ماه اتفاق میفته ولی بخت آزمایی هر هفته اتفاق میفته. اینجوری شما زودتر به نتیجه میرسید. من یکم مکافاتم اینه که الان بلیط میخرم و یه ماه وایسم تا دوباره بیاد لوتوچی یه قرعه کشی بذاره، ولی برای اینا یعنی بخت آزمایی هفته ایه و خیلی زودتر شما قرعه کشی ها رو شرکت میکنید و بهتر. همینطور برای من که برنامه نویسم هم بهتره، چون من زودتر متوجه میشم که روالشون چیه و چه اعدادی خوبه، چه اعدادی بده، چه اعدادی پر در میاد، شانس چه اعدادی بهتره و پیدا کردن الگوریتم برای خود من بهتره، چون زودتر اتفاق میفته، بیشتر مسابقات رو دارم و اینا رو میتونم با هم مقایسه بکنم و اون الگوریتم رو بکشم بیرون و کدهاشو بنویسم. حالا گزینه بعدی که من خیلی بیشتر دوستش دارم مبلغ جایزشه. ببینید مبلغ جایزه اصلیش از لوتوچی کمتره. لوتوچی اگر میگه 6 عدد رو درست حدس بزنید $220,000 بهتون میدن، در صورتی که تو اینجا $150,000. ولی جایزه بجز نفر اولش، یعنی که 6 تا رو درست حدس بزنه، باقی مواردش خیلی بیشتر از لوتوچی. الان اینجا بهتون نشون میدم. ببینید توی این ورژن اینجوریه که برای مثلا افرادی که 3 عدد رو حدس میزنن یه بودجه تعیین میکنن. مثلا توی این قرعه کشی آخر برای جایزه نفر سوم، درسته؟ نه اینا اینجا 3 عدد صحیح باشه $3,000 در نظر گرفتن. این یعنی این که همه افرادی که 3 تا عدد رو با هم حدس زدن تقسیم میشن بر این $3,000، یا من برعکس گفتم $3,000 بعد تقسیم میشه بر اساس اون افرادی که توی قرعه کشی شرکت کردن. اینجوری مشخص میشه به هر نفر چقدر میرسه. مثلا توی این مسابقه برای افرادی که 3 تا عدد رو درست گفته بودن که جا اسمشون رو نوشته و حتی نوشته با چه عددی این بلیط ها رو بردن، $81 در نظر گرفته شده یا بهشون رسیده. در صورتی که توی لوتوچی شما اگه 3 تا عدد رو درست حدس بزنی فقط $15 برنده میشی. خب این یعنی فقط شما یه 3 عدد رو حدس بزنی خیلی مبلغ زیادی برنده میشی، چون بلیطاش هم $2 مثل لوتوچی. شما فکر کن یه بلیط بخری $2 و بتونی توش 3 تا عدد رو حدس بزنی و $81 برنده بشی. چند برابرش رو بردی؟ حدوداً نزدیک 40 برابرش. در هر صورت می‌بینی سوددهیش خیلی بالاتره. همینطور برای افرادی که 4 تا عدد رو درست حدس بزنن $15,000 در نظر گرفته شده که بین افرادی که توی مسابقه شرکت کردن تقسیم میشه که به هر کدوم سری آخر چقدر رسیده؟ حدوداً $1,000 رسیده. حالا 1071 و 71 هم میذاریم کنار. $1,000 به هر کدوم رسیده، در صورتی که تو لوتوچی اگه شما 4 عدد درست حدس بزنی فقط $200 برنده میشی. کلا از همه لحاظ بخت آزمایی به نظر من خیلی بهتره. هم زودتر قرعه کشیاش، هم تعداد عدداش کمتره، هم مبلغ جایزه هاش بیشتره. برای همین منم اومدم و برنامه‌م رو برای این کار آماده کردم. این برنامه منه. اینجا یه حالتی براش گذاشتم که بخت آزمایی ها رو هم عددش رو میتونه تولید بکنه. مثلا بیایم همین آخریه رو بنویسیم و ببینیم که چجوری میشه. 26 33 23 14 35 و 18.
اینجا مثل همیشه میذاریم روی 10 تا بلیت و بخت آزمایی رو هم تیک میزنیم که اعداد مخصوص بخت آزمایی رو بده. ببین مثلا تو همین اولی $223. البته این اعداد اشتباه هستن. چرا؟ چون این اعداد رو بر اساس لوتوچی داره حساب میکنه. یعنی این وقتی در میاد 223 تا یعنی شما 4 عدد رو حد زدید. حالا چرا اینجا من نیومدم از مقدارهای خود این استفاده کنم؟ چون من نمیدونم که چند نفر قرار تو مسابقه برنده بشن و اون $15,000 قرار بین چند نفر تقسیم بشن. ولی اگر میخواستم بر اساس آخرین نفر این کار رو انجام بدم، یعنی الان شما برنده $1,000 شده بودی، یعنی شما الان $1,000 رو $1,071 رو برده بودی. مثلا تو بعدیش این که میاد 38 یعنی شما یه عدد 3 رقمی رو حد زدی. بخوام بیام با حالت بخت آزمایی بهتون بگم، یعنی شما الان $81 حداقل بردی. مثلا این که 18 شد، این مثلا دیگه تو ضرره دیگه، شما الان یه دونه مثلا تو ضرر داری. مثلا این یعنی باز دوباره زرد نارنجی که میشه، یعنی شما دیگه 3 تا رو حد زدی و حداقل $81 بردی. اینا مثلا همه $81، این الان میشه $1,000 به قیمت چیز. و میبینی بیشترش توی سودی، مثلا یه دونه تو ضرر داشت الان. اینجا ببین من یه قسمتی رو زدم که خودش بهم میگه، مثلا من 10 تا الان تست گرفتم و تو 10 تا تست 3 تا ضرر داشتم. مثلا اینا من تا 20 تا میبرمش بالا، ببین توی 20 تا 7 تا من ضرر داشتم. اما اگه اینو بکنمش 20 تا بلیت، لحظه 20 تا بلیت الان اینا هم 0 شد. 20 تا ازش تست میگیرم مثل قبلی. تو 20 تا تست 3 تاش فقط تو ضرر بوده و میانگینی که بردیم انقدر بوده، یعنی $122. $122 میشه همون حدوداً نزدیک $1,000 شما بردی به زبان بخت آزمایی. این عددشو خودم میدونم دارم چی کار میکنم، واسه همین تفسیر میکنم که شما هم اشتباه نکنید. کلا هر جور حساب میکنم و حتی هر جور من بک تست میگیرم با اعداد مختلف خود بخت آزمایی اکثرا حدوداً 70% شما تو سودی، یعنی 70% سودای خوب هم میبری، یعنی زیر دیگه $80 نمیبری. واقعا خیلی کم پیش میاد که شما زیر $80 ببری. و این هم چیز جالبی بود، گفتم به دوستان عزیز معرفی کنم. دوستانی که میخوان تو بخت آزمایی شرکت بکنن میتونم به من پیغام بدم، من بهشون بلیت بدم. ترجیحاً بهتره که شما 20 تا بلیت بگیرید، یعنی توی 20 تا من دیدم بهترین جوابو میده با کمترین خطا. انشالله که هممون برنده باشیم و هممون یه پول خوبی بتونیم از اینجا در بیاریم و تو زندگیمون به کار بگیریم.